سلام به کانال آشپزی با مهتاب، خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش آسونترین دسر انار که مواد در دسترسی داره و یه طعم محشر و بی‌نظیر. تو درست کردن این دسر شک نکن و امتحانش کن که عاشقش میشی. اگر کانال آشپزی با مهتاب رو فالو نداری لطفاً فالو کن، چون که قراره کلی آموزش‌های جذاب یلدایی رو براتون بذارم. برای شروع احتیاج داریم به یک بسته بیسکویت پتیبور، یک بسته ژله انار، 2 عدد بستنی لیوانی وانیلی و 1 لیوان آب جوش. در اولین مرحله ژله انار رو با 1 لیوان آب جوش مخلوط کنید تا تمام ذرات ژله حل بشه و شفاف. میتونید برای این کار روی بخار کتری هم قرار بدید و بنماری کنید تا مطابق ویدیو کاملا یک دست و شفاف بشه. حالا کنار بذارید تا از داغی بیفته و همدمای محیط بشه. توی این فاصله که ژله شما میخواد همدمای محیط بشه، بیسکویت پتیبور رو کاملا خرد کنید و کنار بذارید. بستنیتون هم حتما باید همدمای محیط و آب شده باشه. دقیقاً مطابق ویدیو. حالا بیسکویت خرد شده ی پتیبور رو داخل مخلوط کن بریزید. ژله انار همدمای محیط و بستنی آب شده رو هم اضافه کنید. دستگاه رو روشن کنید و چند پالس بزنید تا کاملا یکی بشن. حالا داخل ظرف، جام یا لیوان مورد نظرتون بریزید و بذارید داخل یخچال تا کاملا ببنده. بعد از اینکه بست از یخچال خارج کنید، میتونید با انار دانه شده و خلال پسته تزیینش کنید. به همین راحتی شما خوشمزه ترین و خوشگل ترین دسر رو دارید. نوش جان. با خیال راحت این رسیپی رو امتحان کن و لذت ببر. اگر میخوای بیشترش کنید دقیقاً همین مقدار مواد رو چند برابرش کن. مثلا 2 برابر، 3 برابر یا 10 برابر. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید.